سلام، خوش اومدین به این ویدیو. اینجا زیر گنبد کبوده و من یه ویدیو کوتاه میخوام ضبط کنم مثل پیش درآمد که فقط بگم که قراره که توی این صفحه چی کار کنیم. راستش رو بخواین چند هفته گذشته من توی صفحه اینستاگرامم که واقعا یه صفحه قدیمی و خاک خورده است و هر وقت دلتنگم یه پست و استوری میذارم، استوری گذاشتم که بیاین با هم شعر بخونیم. دوستام خیلی شعرهای مختلف برام فرستادن توی این باکس هایی که توی استوری میذاریم، از یوتیوب دارم قلقلیه بگیر تا شعرهای حافظ و سعدی. و اون روز داشتم فکر میکردم که چی شد که من هر وقت دلتنگم به ادبیات پناه میبرم. فکر کردم شاید برمیگرده به اون موقع که بابا وقتی بچه بودیم بیتی 10 تا تک تومنی بهمون میداد و بهمون میگفت که شعر حفظ کنین، با هم مشاعره میکردیم. یا برمیگرده به اون موقع که تو جمعای خانوادگی یکی از دخترعموها مجری میشد، میکروفون دستش میگرفت، صداهامون رو ضبط میکرد، با همون مصاحبه میکرد. بعد هر نوه اگه یه سوره یا در حد یه حال احوال یا یه شعر کوچیک داشت، من یه کاست پشت و رو شعر و قصه حفظ بودم که بخونم براش. یا برمیگرده به اون روزایی که فروغ حفظ میکردم. یادم اول دبیرستان بودم، توی خیابون ایتالیا منتظر اتوبوس که برم خونه، برای دوستم علی کوچیکه خوندم. علی کوچیکه، علی بونگیر نصف شب از خواب پرید، چشماش هی مالید با دست، 3-4 تا خمیازه کشید، پا شد نشست، چی دیده بود، خواب یه ماهی دیده بود. بعد همینجوری خوندم تا رسیدم به اون قسمتش که میگه رو بند رخت پیرنزیرا عرقگیرا دست میکشیدن به تن همدیگه و حالی به حالی میشدن، انگار که از فکرای بعد هی پر خالی میشدن. بعد بهم گفت نگین اینا رو تو کتاب نوشته؟ گفتم آره بیا نگاه کن. خلاصه همونو فردا دفتر مدرسه معلم پرورشی که چرا فروغ حفظ میکنی. من همیشه ادبیات رو دوست داشتم، شعر حفظ کردن، قصه خوندن، و مغزم واقعا به ریاضی و فیزیک فکر میکردم که قد نمیده و دوستش هم نداشتم. حقوق خوندم و همون سال اول سر از تحریری های روزنامه در بردم و بگیر تا چند روز قبل از مهاجرت. این روزا تصمیم گرفتم که توی این کانال به این بهانه که ادبیات منو گره میزنه به ایران و زبان فارسی و اینکه واقعا همه عمر نوشتن خوندن دوای دردم بوده و باهاش امرار معاش میکردم، دوباره شروع کنم توی یه صفحه‌ای از شعر و قصه هایی که بلدم بگم و شاید دوستای زیادی پیدا کنم، شاید آدمای زیادی دوست داشته باشن بشنون، و تصمیم گرفتم که این سفر رو راه بندازم. راستش چیزی بوده که سالها دلم میخواست ولی همیشه ترسیدم. میخوام تمرین کنم خودم رو بذارم جلوی دوربین که هم دوستای جدیدی پیدا کنم، هم با ترسم غلبه کنم، و امیدوارم که شما هم کنار من باشین و توی این صفحه با هم شعر بخونیم. فکر میکنم با سعدی شروع کنم، کتاب معرفی کنیم، شما به من کتاب معرفی کنین، من به شما کتاب معرفی کنم و دلتنگیمون کم بشه. مرسی که این ویدیو رو دیدین. تو ویدیو بعدی میبینمتون.